سه‌شنبه بعد از مراسم کلیسا. بابا لنگدراز عزیز، شما فکر میکنید کتاب مورد علاقه من چه کتابیه؟ منظورم دقیقاً همین الانه، برای اینکه هر 3 روز یک بار نظرم عوض میشه. بلندی‌های بادگیر نویسنده اون امیلی برونته وقتی این کتاب رو نوشت خیلی جوان بود و از صحن کلیسا هم یک قدم اون طرفتر نرفته بود. به علاوه توی زندگیش با هیچ مردی آشنا نشده بود. پس چطوری تونست همچین شخصیتی رو خلق کنه؟ شما فکر میکنید من هم نمیتونم بنویسم چون خیلی جوونم و از پرورشگاه جان پا بیرون نذاشتم، اما من توی این دنیا همه جور امکانات داشتم. گاهی وقتا وحشت میکنم که نکنه اصلا استعداد نویسندگی نداشته باشم. اگه من نویسنده بزرگی نشم خیلی از من دل سرد میشید بابا جون. توی این هوای بهاری همه چیز واقعا زیبا و سرسبزه و من دلم میخواد به درس و مشق پشت کنم و به دامن طبیعت فرار کنم. چقدر دشت و صحرا پر از جنب و جوشه و بهتره به جای نوشتن رمان‌ها مثل رمان‌ها زندگی کنیم. این صدای جیغی بود که سالی و جولیا و اون دانشجوی سال آخر رو از توی راه رو به اتاق من کشون. باعثش هم 1000 پایی بود که شکلش رو براتون میکشم. وقتی داشتم جمله آخر نامه رو مینوشتم و فکر میکردم بعدش چی بنویسم، 1000 پا تلپی از سقف افتاد کنار من و وقتی خواستم خودم رو کنار بکشم 2 فنجون رو از روی میز انداختم. سالی با پشت برس محکم زد روی 1000 پا که اصلا دیگه رغبت نمی کنم با اون برس موهامو شونه کنم، ولی فقط سر جلویش از بین رفت و عقب درازش رفت زیر گنجه لباس و فرار کرد. ساختمون خوابگاه به خاطر قدیمی بودن دیواراش که پوشیده از پیچکه پر از 1000 پاست. جونورای وحشتناکی هستن. ترجیح میدم زیر تختم ببر باشه ولی 1000 پا نباشه. جمعه 9:30 شب. چه هچلی، وای که توی چه هچلی افتادم بابا جون. امروز صبح صدای زنگ رو نشنیدم، اونقدر عجله داشتم زود آماده بشم که بند کفشم پاره شد و دکمه یقم کنده شد و افتاد توی گردنم. سر صبحونه دیر رسیدم و ساعت اولم که روحانی داشتیم دیر به کلاس رفتم. ضمناً یادم رفت کاغذ جوهر خوش کن ببرم و خودنویسم جوهر پس داد. توی کلاس مثلثات هم سر لگاریتم با استاد کمی جر و بحثم شد که البته بعد که کتابو نگاه کردم دیدم حق با استاد بوده. ناهار گوشت آبپز و نون مربایی داشتیم و من از هر 2 بدم میاد. مزه غذاهای پرورشگاهو میداد. پست فقط برام صورت حساب آورد. اگرچه باید بگم غیر از نامه‌ای که به دستم نمیرسه خانواده من اهل نامه‌نگاری نیستن. امروز بعد از ظهر سر کلاس انگلیسی یه تمرین غیر منتظره داشتیم. یه شعر به ما دادن که معنی کنیم. من نمیدونستم شعر اون کی بوده و معنیش چیه. وقتی وارد کلاس شدیم استاد گفت از روی تخته رو نویسی کنیم و اون رو معنی کنیم. وقتی سطر اولو خوندم فکر کردم معنیش رو فهمیدم، ولی وقتی سطر بعدی رو خوندم نظرم عوض شد و دیدم معنیشو نفهمیدم. بقیه کلاسم وضعشون همین جوری بود. همگی 3 با کاغذای سفید جلومون و مغزای خالی روی صندلی ها نشسته بودیم. درس خوندن واقعا کار خسته کننده ایه. اما دردسرای امروز به اینجا ختم نمیشه. اتفاقای بدتر هنوز ادامه داشت. بارون گرفت و ما نتونستیم گلف بازی کنیم و به جاش به سالن ورزش رفتیم. دختر بغل دستیم با یک میله باشگاه محکم کوبید به آرنجم. وقتی به خونه رسیدم دیدم لباس جدید آبی بهاره‌ای که سفارش داده بودم توی یه جعبه برام رسیده، اما دامنش انقدر تنگ بود که نمیتونستم بشینم. جمعه ها روز نظافت و خدمتکار همه نوشته هامو به هم ریخته بود. ما رو 20 دقیقه بیشتر توی کلیسا نگه داشتن تا به یه سخنرانی درباره زنان گوش کنیم. بعدش به محض اینکه لم دادم و خواستم با خوندن رمان چهره یک زن نفس راحتی بکشم، دختری به نام آکرلی که صورت گوشتالو عین مرده ها داره و گاهی هم خنگ میشه و چون اسمش با الف شروع میشه توی کلاس لاتین کنار من میشینه، اومد بپرسه که درس روز دوشنبه از صفحه 69 شروع میشه یا از صفحه 70
و 1 ساعت نشست و همین الان رفت. تا حالا شنیده بودین یکی این همه پشت سر هم بد بیاره؟ توی زندگی مشکلات بزرگ نیست که به آدم با اراده احتیاج داره. هر کسی میتونه توی یک بحران قد علم کنه و با شجاعت با فاجعه مصیبت با روبرو بشه. البته به نظرم در یک روز با خنده به استقبال مشکلات کوچیک رفتن واقعا احتیاج به عزم و اراده داره. منم سعی میکنم چنین اراده رو توی خودم به وجود بیارم. میخوام به خودم تلقین کنم که زندگی فقط یک بازیه و من باید تا اونجایی که میتونم ماهرانه و درست بازی کنم. چه توی این بازی ببرم و چه ببازم. در هر حال شونه هام رو بالا میندازم و میخندم. میخوام همیشه شوخ باشم. بابا جون از این به بعد حتی اگه جولیا جوراب ابریشمی بپوشه و یه 1000 پا از سقف پایین بیفته دیگه هرگز شکایتی از من نمیشنوین. ارادتمند همیشگی شما جودی. لطفاً فوری جواب بدید. جناب بابا لنگ دراز، آقای عزیز، نامه ای از خانم لیپت واصل شد. ایشان اظهار امیدواری کردند طرز رفتارم بهتر شده و تحصیلاتم پیشرفت کرده باشد و چون احتمالاً من برای تعطیلات تابستون جایی رو ندارم اجازه دادن تا شروع مجدد دانشکده به پرورشگاه برگردم و در مقابل هزینه‌های اقامت و خوراکم کار کنم. من از پرورشگاه جان متنفرم. ترجیح میدم بمیرم ولی به اونجا بر نگردم. دوستدار همیشگی شما، جروشه بسیار صادق. بابا لنگ دراز عزیز، جودی در کلاس فرانسه است و این نامه رو با مخلوطی از جمله‌های فرانسه و انگلیسی نوشته. چون تا حالا توی عمرم ییلاق نبودم از برگشتن به پرورشگاه جان و ظرفشویی متنفرم. این خطر وجود داره که اگه دوباره به اونجا برگردم اتفاق ناجوری بیفته، چون من اعتقادم رو به فروتنی سابق از دست دادم و میترسم که یک وقت همه فنجون‌ها و نلبکی‌های پرورشگاه رو خورد و خاک شیر کنم. منو به خاطر کوتاهی نامه عفو کنید. اخبار تازه رو نمیتونم براتون بنویسم چون الان توی کلاس فرانسه هستم و استاد میخواد فوری منو صدا کنه. جروشای بود؟ دیدین گفتم الان صدا میکنه؟ فعلا خدا نگهدار.